هر وقت که اینجا حکومت موقت به وجود بیاید و ضمانت‌های ملی و بین المللی از اقتدار برایشان میگذارم. نجیب الله احمدزی معروف به دکتر نجیب الله در 14 ماه اسد سال 1326 هجری خورشیدی در یک خانواده متعلق به قوم احمدزی در شهر کابل به دنیا آمد. دکتر نجیب الله تحصیلات متوسطه اش را در لیسه حبیبی کابل به پایان رساند و در 28 سالگی و در سال 1354 به درجه دکترا از دانشگاه کابل در رشته طبابت فارغ شد و فعالیت‌های سیاسی خیش را در سال 1344 با یک جا شدن به دسته پرچم حزب دموکراتیک خلق افغانستان آغاز کرد و در همین زمان به خواندن آثار مارکسیستی نیز آغاز کرد و در سخنرانی‌ها در نمایش‌های دانشجویی و حزبی مهارت یافت. وی به زودی در میان اعضای حزب در دانشگاه به چهره شناخته شده مبدل شد و با پیشرفت سریع در تشکیلات سازمانی بسیار زود در حلقه افراد بسیار نزدیک به ببرک کارمل رهبر جناح پرچم حزب درآمد. دکتر نجیب الله در ماه جوزای سال 1357 هجری خورشیدی به عنوان سفیر افغانستان در تهران منصوب شد، اما پس از مدتی از خدمت مرخص شد و به کابل احضار گردید. مدتی بعد به مسکو رفت و در ماه قوس سال 1358 هجری خورشیدی به کابل بازگشت. وی در ماه جدی سال 1358 هجری خورشیدی به حیث رئیس خاد آن زمان گماشته شد و تا ماه ثور سال 1364 هجری خورشیدی در همین سمت کار کرد. دکتر نجیب الله در سال 1365 هجری خورشیدی به ریاست جمهوری افغانستان برگزیده شد و جرگه بزرگی را در سال 1366 هجری خورشیدی برگزار کرد و این جرگه قانون اساسی جدیدی را به تصویب رساند. میر مسجدی به دیجی څخه صاحب راپورته سو، صاحب د کودامن څخه، او عثمان خان پروانی به د پروان څخه راپورته سو، امین الله خان لوګرای به دیجی څخه راپورته سو، مولا مشکالم به صاحب د وردک څخه راپورته سو، او په دې ترتیب به د ټول وطن څخه یو आवाज راپورته سو چې ورورکه اوس موږ هیڅ شی نه پیژنو، د تجاوز سره مواجه یو، د دښمن سره مواجه یو. په دې کې جرګې وکړي چې یوه جرګه مو سره یو ځای سوه او یو आवाज مو پورته سو. زه تاسو ته لیکلي درکوم چې سبا ته به دغه پاکستان د ترامنډې کوي چې زه د سره کینم، زه د سره کینم. در این قانون اساسی آزادی های زیادی برای شهروندان کشور به ویژه آزادی رسانه ها و تشکیل احزاب سیاسی تضمین شد و احترام به دین مقدس اسلام و پیروی از آن برای دولت الزامی شد. در 26 ماه دلو سال 1367 هجری خورشیدی نیروهای ارتش شوروی پیشین افغانستان را ترک کردند، اما خروج نیروهای شوروی سابق نیز پایانی بر جنگ‌های افغانستان نبود. و نمو روزی که شوروی از اینجا برآمده بود یک اعلان میکردن که برادران ما برای آزادی وطن خود می جنگیدیم، شوروی را کشیدیم، حال دیگه برادر خود را، فرزند خود را، خواهر خود را و مادر خود را نمی کشیم، وطن خود را ویران نمی کنیم. این ما سلا بر زمین گذاشتیم، ما قاتل اولادهای از این وطن نیستیم، از برادران خود نیستیم. نجیب انتخابات را اعلان کرده، ما میریم که تش انتخابات میکنیم و برای شما می آمد و می گفتن که ما آزادی شما را گرفتیم، ما شما را دیگر نکشتیم، بگوین برای کی رای میتین، بگوین برای کی رای میدادین. اکثریتتان برای امونا رای میدادین، مگر استقلال خود نداشتن. دکتر نجیب الله با خروج نیروهای شوروی پیشین از افغانستان با سخنرانی‌های خود از طریق رادیو و تلویزیون دولتی با لحن صمیمانه تلاش کرد سیاست آشتی جویانه خود را توسعه دهد، اما به گفته تحلیلگران مسائل سیاسی، گروه‌های مجاهدین مستقر در پاکستان و ایران این سیاست او را ناشی از ضعف دولت کابل و نحو نیرنگ تلقی کردند. بیایید افغانستان خانه مشترک ما شما هست. همه اولادهای از این وطن و از این فامیل هستیم و فامیلی هستیم که در این خانه مشترک زندگی میکنیم. خانه ما فعلا در گرفته است، وظیفه خرد و بزرگ است، نه رئیس جمهور تنها، که این آتشی که در خانه ما در گرفته اگر کت واسکت میشه، اگر کت سطل میشه، اگر کت دولچه میشه، باید خاموش بسازیم. دکتر نجیب الله از پاکستان به عنوان بزرگترین دشمن افغانستان نام میبرد و در یکی از سخنرانی‌هایش گفته بود که پاکستان برای قدرتمند شدن خیش در پی ویرانی افغانستان است و نمیخواهد که افغانستان قدرتمند در همسایگیش قرار داشته باشد.
پاکستان از آینده خود در سوی راست دارد که او طرف یک هند قوی، این طرف اگر یک افغانستان قوی باشه، پاکستان در حقیقت امر بین دو سنگ آسیا گندم است. علت و منبع تمام مسائل از اینجا من نشد میکنه که اینال پاکستان فیصله کرده که برای حفظ موجودیت پاکستان و آینده پاکستان ما باید چی کنم؟ یا حکومت دست نشانده خود را بیارم در افغانستان که او فرمان برداری مرا کنه، یا اگر این حکومت نمیه افغانستان باید تجزیه شود و اگر تجزیه نمیشه چنان ویران شود، چنان خراب شود، چنان برباد شود، تکه تکه و پارچه پارچه شود که تا پس ای از جای خود میخیزه و پای خود استاده میشه و این زخمهای خود را التیام میبخشه. 10 سال 50 سال قرنها بکار باشه. مجاهدین در سال 1368 هجری خورشیدی عملیات بزرگی را با هدف سقوط دولت دکتر نجیب الله در جلال آباد آغاز کردند، اما این عملیات با شکست سختی مواجه شد. به گفته تحلیلگران مسائل سیاسی، این شکست نظامی به نحوی این پیام را به مجاهدین رساند که دولت دکتر نجیب الله با وجود خروج ارتش شوروی سابق از افغانستان همچنان به قوت خود باقی است. این دومین و سیومین بار است که بالای جلال آباد حمله صورت میپذیره. از طرف کی؟ صرف از طرف مخالفین؟ نه، از طرف ملیشه پاکستان، از طرف کماندوها، از طرف اجیران عربی با سلاح‌های مدهشی که از بیرون میآید. اون ننگرهار همیشه بهار به خرابه مبدل گردید. بالای خوست هر روز حمله هست، بالای قندهار، در تمام وطن جنگ است. در 16 دلو سال 1368 هجری خورشیدی شهنواز تنی وزیر دفاع دولت دکتر نجیب الله کودتای نظامی انجام داد که این کودتا ناکام شد. دکتر نجیب الله در زمان خدمتش به عنوان رئیس جمهور به یکی شدن افغانها و وحدت ملی تاکید داشت و دسته های خلق و پرچم را از جناح دموکراتیک خلق در سال 1369 هجری خورشیدی منحل کرد و به جناح وطن دموکراتیک تغییر داد. نو چې نه پیدا کول خو بچی شي باندې د اختلاف په چوکۍ خو نسو څومره د پیسې قدرت جای جلال نور چی شي پکار دي بیروی سیاسی غړي سوي ډګر جنرال سوي مرکزی کمیټې غړي سوي وزیر دفاع سوي په قرارګاه نظامی کې زما د معاون پایس کار کوي نور چی شي غواړي ځای درته خوشي کوم دا وایي چې زه پې نه کینم. دکتر نجیب الله سیاست آشتی ملی خود را ادامه داد و تشکیل اداره موقت و حتی برگزاری انتخابات را پذیرفت، اما اختلافات درونی در سالهای آخر حکومتش او را در آستانه سقوط قرار داد. از سوی هم بسیاری ها اقدامات حکومت مبنی بر دستگیری و شکنجه و زندانی ساختن شمار زیادی از مردم را میان سالهای 1358 و 1365 که دکتر نجیب الله عهدهدار ریاست خاد بود به او نسبت میدادند که این کار سبب میشد بسیاری ها نرمش دکتر نجیب الله را به دیده شک بنگرند. از همین رو سیاست مصالحه ملی وی موفق نشد. دکتر نجیب الله بالاخره در سال 1371 هجری خورشیدی پذیرفت که قدرت را به شورای حکومتی مجاهدین واگذار کند و خودش به نمایندگی سازمان ملل متحد در کابل پناه ببرد. با کنار رفتن دکتر نجیب الله و تسلط مجاهدین در کابل، جنگ‌های تنظیمی در افغانستان آغاز شد. جنگ‌هایی که تا ویرانی بخش عمده از شهر کابل پایتخت کشور ادامه داشت. همزمان با جنگ‌های تنظیمی که در افغانستان جریان داشت، گروه طالبان نیز شکل گرفت و این گروه برای رسیدن به قدرت در افغانستان حملات خود را به کابل آغاز کرد. طالبان با تسلط بر کابل و بخش‌های زیادی از افغانستان به حکومت مجاهدین بر این شهر پایان دادند و دکتر نجیب الله را در 5 میزان سال 1375 هجری خورشیدی در صبحگاه نخستین روز ورودشان به کابل بازداشت کردند و او را همراه با برادرش شاپور احمدزی کشتند و اجساد آنها را در چهارراه آریانا در نزدیکی کاخ ریاست جمهوری به دار آویختند.
اجساد دکتر نجیب الله و برادرش توسط مردم به شهر گردیز ولایت پکتیا انتقال داده شد و در آنجا به خاک سپرده شد. درباره انگیزه و عاملان قتل نجیب الله مطالب زیادی منتشر شده است. از جمله برخی گفتند که او را عوامل با نفوذ پاکستانی در درون گروه طالبان به دلیل مخالفت نجیب الله با موافقتنامه دیورن کشتند، اما برخی نوشتند که او را مخالفان حزبی او که در آن زمان با طالبان هم نوا بودند به دار آویختند. پس از کشته شدن دکتر نجیب الله، هواخواهانش وی را به خاطر حس وطن دوستی که داشت همواره می ستایند و با نامهای شهید نجیب الله یاد می کنند. شمار زیادی از افغانها دکتر نجیب الله را به خاطر در پیش گرفتن سیاست آشتی ملی و پیشبینی جنگ‌های تنظیمی بین مجاهدین می ستایند. از این کده ناکامی بزرگ دیگه وجود ندارد، از این کده شکست بزرگ دیگه وجود ندارد که آدم سر اشک یتیمان و آه و ناله و زجه و فریاد بیوزنان حکومت بکنند. آدم سر خرابه ها، آدم سر قبرستان ها، سر استخوان های عزیزان و دلبندان و برادران و پدران و مادران و خواهران خیش حکومت بکنند. با باور آگاهان ویرانی ها، خونریزی ها و آوارگی هایی که این جنگ ها برای مردم به بار آورد، شماری از مردم افغانستان را به یاد سخنان دکتر نجیب الله انداخت که گفته بود اگر قدرت به یک اداره مورد توافق همه افغانها منتقل نشود، در افغانستان جویهای خون جاری می شود. در سالهای اخیر مجموعه سخنرانی ها و تصاویر ویدیویی او بر روی سایت های اینترنتی و کتاب فروشی های کابل و تقریبا همه شهرهای افغانستان پیدا می شود. حتی تصاویر او به عنوان قهرمان شهید در سالنامه ها به چاپ می رسند.